سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر. در خدمت مراجعه کننده عزیزمون هستیم. ایشون از کاشت ابروشون 2 هفته میگذره. همونطور که میبینید یه تتو خیلی پهنی زیر کاشتشون داشتن. ما روی تتو برشون کاشت انجام دادیم. موهاشون خیلی فر بود، فرای ریز داشت ولی کاملا طبیعی شده کاشتشون. عزیزم صحبتی اگه برای مراجعه کننده داری بفرمایید. سلام دوستان، من تو کلینیک نیمرخت این کاشت انجام دادم. هیچ ابرویی نداشتم، کل ابروم تتو بود. بچه موافق بود، فکر میکردم شاید این کار انجام نشه، ولی خیلی خوشحالم و خیلی هم راضیم که این کاشت رو اینجا انجام دادم. مرسی، مبارکت باشه.